یک قصه بسیار زیبا است. حضرت مالک ابن دینار میگه در یک کشتی سوار بودم. در یک گوشه کشتی میگه 4-5 تا همین مردم نشستگی بودن که در پیشون همین شراب ها موندگی و می نوشیدن، می خندیدن، وقت خشی میکردن، بگیم عرق نوشی میکردن. حلقه مالک ابن دینار همه خیلی نفرهایی که اکو با ذکر مشغول، همه مقصد بگیم که با قرآن خوانی مشغول. میگه یک نفرش گفت حضرت گفت ده حق کمی بدبختی یا دوی بد که این بدبختی را بگفت یا عرق نوشیدستن، ما در درون یک بحر رفتیم. آخه ای پشتی مقصد همین بدبختی یکی یگان آفت و بلا به سرمون نیا. حضرت مالکی برادرای عزیز، ولی بعضی همون میدونید برای چی هم خیلی حالتا در و ناراحت میشیم؟ برای که علمون اندکه، جهلمون زیاده. حضرت مالک ابن دینار میگه دستش بردار گفت خدای مهربان، همین 4-5 نفری که همینجا معصیت دارن، یعنی عرق نوشی دارن، وقت خشی دارن، خدایا همین ها را داخلی جنت که. الله اکبر. میگه نفرهایی که با امام حضرت مالک ابن دینار قطعی نشسته بودن، همش میگه با حضرت مالک غضبناک شدن. گفتن چی دعا بود مقصد؟ یا را صدقه این دعا کنه، چی خیلی دعا کردی؟ گفته برادرای عزیز، گفت همین سخنایی که من قبلا گفتم. گفت پیامبر چی گفته است که برای خودت آنچه را دوست بداری برای اینها دوست بدار. منم دوست می‌دارم که اینا جنت بروند. یعنی شما چگو بدونید که پیش از آنی که اینها باید جنت بروند، اینها اول اصلاح میشوند، پاک میشوند، اطاعت خدا میکنن، بعد جنت میروند. یعنی این دعای ما معناش همینه که اینها را اصلاح میکنه و اینها بعد اصلاح شدن میروند جنت. دیدین برادر عزیز و گرامی؟ ولی من میگم کسایی که درو ناراحت میشین که ممکن ناراحت همشین ای حاجی میرزا با زیناکارا را و شرابخورا را تعریف داره. نه، اینجا تعریف گپ نمیرود. پیش پیامبرمان یک نفر آمد. چی گفت؟ گفته حبیبی خدا، من همین زنا کردن را دوست میدارم. در گرد پیامبر او صحابه ها طاقت شنیدن این گپ نداشتن. خیستن اجاشون خواستن که صد راه همون شوند. شاید خواستن همون را مقصد لط کوب کنن. پیامبر ما گفت بشی بچم اینجا بشی. چی نداشت؟ گفت همون زنی را که تو میخواهی زنا کنی وای مادر یک برادری تو هست. همون زنی را که تو میخواهی که زنا کنی اپا یک برادری تو هست. همون زنی را که تو میخواهی زنا کنی وای خواهر یک برادری تو هست. زنی را که تو میخواهی زنا کنی وای زن یکی از برادرای تو هست. آیا میخواهی که با مادری تو، با اپای تو، با زنی تو، با خواهری تو کسی زنا کند؟ میخواهی که خیلی شان و شرفی تو را پس کند؟ گفت نه حضرت. گفت پس بچم هرگاهی که دست به همین کار زدی در پیشت همون مادر و همون اپا و خواهر و زنی خود تا پیشی رو بیار که اگر همین حالت در روی تو بیاد پس چگونه خود تصور میکنی؟ این جوان میگه در حال گفت حضرت دعا که گفت دعا که گفت از همین کاری بعد بگردم. پیامبر گرامی در حقش دعا کردن. یکی از آدمای ولی شید، یکی از آدمای خداشناس شید. ببین وقتی وای گفت زنا میخوام، پیامبر حقارتش نکرد، گفت بشی بچه جان بشی. برای همین ما برادر عزیز حق نداریم که هر یک نفری را که چی میدانی تو، همون گفتی شاعر که کس نمیداند در این بحری عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. از خود همین مالک ابن دینار میگه حکایه میکنن، میگه روز آمد میگه در قدی راه یک آدمی مست افتیدگی بود، مست بود. میگه گرفت پایان شد، میگه نشست و آب گرفت، میگه لب دهن همون میگه شوست تازه کرد میگه و شینانده شد. گفت خدای مهربان نعمت هدایت شو نعمت بزرگه. ای الله مهربان از همین بنده دورش نکرد. خدایا ای نعمت همین هدایت همین را برخوردار کرد. خدایا مقصد ای حالتی که این بنده را ببین. آخه اگر یک نفر به ذات تو نزدیک شود چی زیان داره؟ میگه از بعد یک روز گذشت، میگه مالک ابن دینار میگه در مسجد دیدش که نشستگی زار گریه میکنه.
معامله را بین چه خیلی مردم با چه خیلی راههای خوب دعوت میکردن، چه کارهایی را انجام میدادن، مردم هدایت میافتن، در حقشون دعای خیر میکردن. حضرت عمر را بینین در ابتدا کی بدوای کار در کشید، گفت تا پیغمبر از سرش نبرم کار ما در غلاف شده میمانم. یک پیغمبر در حقش دعا کرد، خدای در چی کرد؟ حضرت فضیل ابن عیاض که یکی از عالمای بزرگ در ابتدا میگه من دزد بودم، دزد، ولی دعای یک نفری را که همو را طلا و تاراج کردگی بود، دعای همو تأثیرش کرد، هدایت یافت. برای همین برادرای عزیز هیچ وقت بدگمانی هم نکنیم، یاردم کنیم و در جای با یاردم، در برابر یاردم با نصیحت مانم بکنیم. این است برادر عزیز، گوییم که دعوت درست دین همیه.